نامی برنامه اطلاعاتی امروز است. با سرخط خبرها آشنا گردید. آتش‌سوزی در فروشگاه قزان جان 5 تاجیک را گرفت. کاربران شبکه‌های اجتماعی از شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان ناراضی‌اند. تاجیکستان جوانان را به خدمت سربازی فرا می‌خواند. آتش‌سوزی در فروشگاه قزان جان 5 نفر تاجیک را گرفت. در آتش‌سوزی که دیروز در یکی از فروشگاه‌های زنجیره شهر قزان رخ داد، بیش از 10 کس کشته و بیش از 50 کس زخمی شدند. گزارش همکارانمان در این باره تماشا کنید. شام گذشته فروشگاه زنجیری ادمیرال در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان آتش گرفت. آتش نشانان شدت این آتش سوزی را 4 درجه یعنی شدیدترین درجه سوختار دانستند. سوختار از انبار فروشگاه آغاز شد و در اندک زمان سراسر فروشگاه را فرا گرفت. بنابر داده‌های اداره آتش نشانی قزان بیشتر آسیب دیدگان مهاجران از کشورهای آسیا مرکزی به ویژه تاجیک و قرقیز هستند. تا این دم از کشته شدن 5 شهروند تاجیکستان گزارش شده است. رئیس سازمان تاجیکان قزان حکمت الله گدایف در این باره گفت: من میتونم انیق بگم که 5 نفر شهروند تاجیکستان فهمیده است. دقیقاً 5 نفر است. 2 نفر شرایط‌های نهایت وزین در بیمارخانه. تورایف ازمجان، تورایف قاسمجان ازم خودجایویچ یک نفر. یک نفر دیگرش داورونов علیشیر عظیمویچ. یک تا دیگر حکمت الله 3 نفر. بعد یک نفر دیگر ریویف رحمت الله امام الدین رحمت اللهویچ. یک نفر دیگر نوشید است اسدالله بانو، یک بچه کیاش. کاربران شبکه‌های اجتماعی از شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان ناراضی‌اند. نواری از شبکه اول که در آن چند نفر تنفرشان در لباس اسلامی نمایش داده شد، در گروه‌های تاجیکی شبکه اجتماعی فیسبوک بحث‌های دامنه‌دار را برانگیخته است. صدها هموند این گروه‌های شبکه اولی تلویزیونی دولتی را متهم به نقض حقوق مسلمانان می‌کنند. این نوار پس از سخنرانی امام علی رحمان به مناسبت روز مادر نمایش داده شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این سخنرانی تاکید کرد: ما باید فرهنگ ملی خود را پاس داریم و نگذاریم تا هر گونه افراطگرایان فرهنگ بیگانه را در میان مردم پهن کنند. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. به نظر کاربر شبکه فیسبوک عبدالواسد اویزف نمایش تنفروشان سطرپوش در تلویزیون دولتی خوب نیست، زیرا شبکه اول تلویزیون نیست که در آن پورنوگرافی نمایش داده شود. دیگرش این که البته من فکر میکنم که این یک آبرویی اسلام پست کردن است در شبکه های تلویزیونی پخش کردن هر خیل چیزو. ما اصلا تاجیکستان دولت اسلامی نیست که ما بسیار برنامه های بی‌معنی احد به حد گذراندن نشان دهد که که مسلمان های گناهکار کنند. خیلی گفتیم تاجیکستان دولت دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد که هست. هر یک شهروند چی کار میکنه کردن گرد، اما حق تلویزیونی مرکزی حق ندارد که موافق قانون تلویزیون خودش حق ندارد که برنامه های پورنوگرافی یا برنامه هایی که فحشانه است این رو به افیر برآورند. بخش دیگری برنامه ما خبر در یک سطر. مرکز اسلامی تاجیکستان راههای مبارزه با تروریسم را پیشنهاد کرده که عوامل پیدایش و گسترش آن را نبود جای کار و مشکلات اقتصادی دانسته است. حجم عمومی حواله پول مهاجران از روسیه به ازبکستان در قیاس با سال 2013 10% کاهش یافته و 6 میلیارد دلار شده است. ده‌ها هزار مسلمانان در مراسم خاکسپاری سابق مفتی ازبکستان محمد یوسف در تاشکند شرکت کردند. حکومت
تاجیکستان برنامه ضد بحرانی خود را تهیه می‌کند. افزایش نرخ ارزهای خارجی و بازگشت تعداد بسیاری از مهاجران از روسیه حکومت تاجیکستان را وادار کرده که برنامه‌های ضد بحرانی را تهیه کند. برنامه را ادامه می‌دهیم. تاجیکستان جوانان را به خدمت سربازی فرا می‌خواند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با فرمان فراخوانی شهروندان از 18 تا 27 ساله را برای خدمت در نیروهای مسلح صادر کرد. بنابر فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سر از 12 مارس نظامیانی که مدت خدمتی وظیفه‌شان انجام یافته است رخصت داده شده و دعوت سربازان آغاز می‌گردد. دفتر مطبوعات کشوردار تاجیکستان اطلاع داده که این فرمان شامل شهروندانی می شود که در سالهای 1988 و 1997 زاده شده است. رئیس جمهوری تاکید کرده است که مطابق ماده 23 قانون تاجیکستان درباره عهدهداری‌های عمومی حربی و خدمت حربی مسئولیت فراخوانی شهروندان و نیروهای مسلح بر عهده رئیسان شهر ناحیه‌ها است. خلاص مسئله من ابلاغ کردن این حقوق شهروند پایمال میکنند. حقوق انسان به واسطه یکم درجه این حقوق به آزادی حرکت و دخل‌ناپذیری شخصیت از آن جمله، چونکه وقتی که شخص دستگیر میکنن مجبورا میبرن و یه از حقوق آزادانه حرکت کردنش محروم میکنن. پرزیدنت کرام این موضوع این مسئله هم همین دقتی متخصصای سابقه هم جواب کرده بودن که همین دعوت غیر قانونی به خدمت حربی از بین برده شود. لیکن با وجود این امروز ما میبینیم که در جمعیت خیلی قاپیدن، خانه به خانه چغ زده گشتن، مردم جای خوابش برآورده بردن دیده میشود. مسئله خودی اگر همین حقوق پایمال شویش بگیریم، مگر اجازه بسیار با حالتها میشد که به جوری سلبوک منزلی اقامتی کارمندان همون حمایت حربی در آمده میبینند خانه شهروند بکی. این هم یکی از نمودهای جنایت حساب میشد. کودک جنایی ماده 141 مشبه پیش بینی کرده شده که کسی که دخل ناپذیری منزل غیر میکند اگر که این اختراج بیامد به روزگی صاحب ملکی منزل اقامتی وارد خانه میشود و البته جنایت حساب میشد. همه خانه شهروند در آمده ممکن که اگر که سانکسیایی یعنی که اجازه مقامات سودی باشد. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. خدایار و مددگارتان باد.